فینال ورلد تور بسکتبال 3 نفره توی عربستان داریم میریم. با بچه‌ها یادشون افتاده که توپ باید می آوردن، توپو نیاوردن با خودشون. خیلی اینجا روی فیلم گرفتن و اینا خیلی حساسن. بچه‌ها یه لحظه توی ورزشگاه هم بهتون نشون بدم. سلام بچه‌ها، گفتم این سفر رو باهاتون در میون بذارم، به اشتراک بذارم. فکر می‌کنم که اتفاقات باحالی بیفته. فینال ورلد تور بسکتبال 3 نفره توی عربستان داریم میریم. بریم تو این سفر با من همراه باشیم. بچه‌ها لاونج فرودگاه استانبول به نظرم جزو واقعا یکی از لاونج‌های خوبه. به لحاظ اینکه هم فضاشو خیلی خوب و بامزه و کیوت برای پرواز درست کردن، هم واقعا همونجوری که می‌بینید اصلا مثل رستوران میمونه. یعنی غذاهای ترکی مخصوصا و امکاناتی که گذاشتن برای مسافران خیلی به نظرم جالب و خوب و هیجان انگیزه. بعد از یه استراحت کوتاه رسیدیم دم گیت، منتظریم برای پرواز به جده عربستان. همونطوری که از گیت هم میبینید و مشخصه مسافرای حج و عربستان. بریم سوار پرواز بشیم. 4 ساعت خورده ای تا برسیم به جده. دیگه از اونجا برسم فکر میکنم که اتفاقات باحالی تو راهه. منتظر باشید تا بقیه ولاگو باهاتون شیر کنم. فعلا رسیدیم جده. این اولین تصویر ورودی به فرودگاه تو راه که بریم برای گرفتن چمدون ها و حالا چک پاسپورت قطعا. این قسمت پیکان پوینتشه. یه آکواریوم بامزه اینجا داره. Hello. How are you? از فضایی تو خیابونا هم براتون بگیرم. به نظر نمیدونم حالا الان خارج از شهریم یا نیستیم، ولی یه ذره حس همون بیابونطوری داره دیگه. در واقع رسیدیم به هتل. بالاخره خب وسایلم هم آوردن برام گذاشتن، دستشون درد نکنه. نظر اتاق بزرگی خیلی خوبی هم میاد. هتل خوبی هم هست. I like it. البته که بذار ببینم، اینم ویوی عربستان توری. واقعا هم عربستان توری ها. برم وسایلم حالا ستاپ کنم. به کافی هم که داریم. کافی باشه آدم غم نداره. به دیگه رسیدم هتل، وسایلمو گذاشتم، یه استراحتی کردم. الان یه قسمت فیلم برداری داریم از یکی از بازیکن‌ها. داریم ما هم دیگه میریم توی قسمت قدیمی شهر جده. قراره که این کار رو انجام بدیم. البته یه قسمتی از فیلم ما انجام دادیم، حالا قسمت آخرش مونده و گفتم که اینجا هم همراه ما باشید. اینم گروهمون که داریم میریم، بچهای فیلمبردار و بچهای فیبا. قراره که این بازیکنو باش اینجا قرار گذاشتیم. اونا داره میاد اینجا هم که شهر جده رو دارید میبینید. با بچه ها یادشون افتاده که توپ باید می آوردن، توپو نیاوردن با خودشون. این هم یه قسمتشه. این هم یه قسمتشه. قرار بوده توپو با خودش بیاره، ریچل نیاورده.
She forgot the ball. بازیکنمون زنگ زد به یکی از دوستاش داره یه توپ برمی‌داره و میاد. Rachel, the ball is coming. This is how happy she is. نه خیابان‌های تنگ و باریک شهر جده. ساختمان‌های قدیمی، کوچه‌های باریک. این هم فضای اینجا. Yeah, I'm working on it. This is Danny. He's the master of doing stuff like that. Look at this building. Oh my god. بچه‌ها اینجا رو ببین. توپو برامون آوردن. بریم بگیریم و بریم به شوتینگ برسیم. Oh, we're saved. Hello, how are you? Hi, I'm good. Good. Thank you for saving us. Here's the ball. We got it. We go that way. خب بچه‌ها ما بریم به شوتینگ برسیم. داریم آماده میشیم برای شوتینگ. بچه‌های نور دارن آماده میکنن. بریم ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. سلام بچه ها، تو لابی هتل هستیم. امروز یه برنامه باحال داریم. صبح که باید بریم عکاسی کنیم، فیلم برداری کنیم. الان بهتون نمیگم تا بریم ببینیم. And this is Celia. You're on the vlog. What's the plan for today? Ready? So the plan for today is going to the Red Sea and do snorkeling. Wow, okay. Yes, we're ready. رسیدیم به ساحل خصوصی در جده عربستان سعودی. خیلی اینجا روی فیلم گرفتن و اینا خیلی حساسن. یعنی ما حالا چون با گروه بودیم و این داستانا گفتن از این زاویه و اون زاویه، ولی کلا اصلا نمیذارن کسی موبایل و حتی فیلم برداری اینا کلا ممنوعه. سمت ساحل هم همینطور. ولی دیگه حالا با یه زحمتی من سعی کردم یه تیکایی براتون بگیرم. اومدیم اینجا حالا با این گروه VIP امروز هستیم و میخوایم برن سنورکلینگ که اگه اونجا هم بتونم حتما براتون میگیرم که ببینید فضا چجوری و به چه ترتیبه. اینم کلن فضای اینجاست در جده عربستان سعودی. یعنی چه آبیه واقعا، جای همگی خالیه. دنیه داره فیلم میگیره. من دیگه برم تجهیزاتمو بپوشم که برم تو آب، ولی دیگه گوشیمو نمیتونم ببرم و سعی میکنم اگر تونستم با گوپرو یه سری فیلم بگیرم. بریم که یک روز پر از هیجان با سنورکلینگ در دریای سرخ عربستان سعودی شهر جده. سنورکلینگ واقعا اکتیویتی جذابی بود. امیدوارم به شما خوش گذشته باشه. دیگه باید بریم و حاضر بشیم، برگردیم بریم هتل نهار بخوریم. 2-3 ساعت دیگه هم بازی ها شروع میشه. بریم دیگه سر عکاسی مسابقات فینال 3x3 بسکتبال. در ادامه سفر باهاتون هستم. رسیدیم به ورزشگاه، محل برگزاری مسابقات. خب اینجا ورودی ورزشگاه، همونجوری که میبینید. اینجا فنزون، تماشاچی ها ورودی همه از اینجا میان و از برنامه های باحال دارن که حالا تو ویدیو یه تیکه هایشو بهتون نشون میدم. Rachel, what are you doing? How many shots have you made already? We're good? Okay.
You can do it. داور مسابقات. اینم که ورزشگاه. از اینجا این ورودی تماشاچی هست که از اونجا میرن توی سالن. بچه یه لحظه توی ورزشگاه هم بهتون نشون بدم. وایب قبل از فیناله. یه سری مشغول عکس گرفتن و تمرین و بچه ها اینم از سفر ما به عربستان سعودی برای مسابقات فینال. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و به امید دیدارتون توی ویدیوهای بعدی.